در شهر دوشنبه مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان میان دسته‌های لیگ دوم به انجام رسید. در مسابقه مذکور 4 دسته غالب مرحله منطقوی پاکیزه شهر دوشنبه، گلستان شهر گلستان، سرحچی نویه حمدانی و مهرگان نویه نورآباد برای صاحب شدن به 3 راه حق اشتراک در لیگ یکم تاجیکستان 2022 میان هم رقابت نمودند. طبق قرعه‌کشی جفت‌های بازی‌های نیم نهایی سازمان داده شدند. در بازی‌های نیم نهایی دسته‌های فوتبال گلستان با پاکیزه با حساب 5-4 و سرحچی با مهرگان با حساب 3-1 دست بالا شدند. در بازی برای جای سوم دسته پاکیزه با حساب 3-1 دسته فوتبال مهرگان را مغلوب نمود. در بازی‌های نهایی دسته گلستان شهر گلستان با حساب 2-0 دسته فوتبال سرحچیان نویه حمدانی را مغلوب نمود. به این ترتیب دسته‌های فوتبال گلستان شهر گلستان، سرحچی نویه حمدانی و پاکیزه شهر دوشنبه صاحب راحت به لیگ یکم تاجیکستان در موسم سال آینده شدند. در مراسم جنبست مسابقه نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان الشیر اورونوف و دیرکتور گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سیفعلی شاه قربانوف اشتراک نموده جایزه ها را به غالبان تقدیم کردند.